تا امروز مردی مانا آتو چش مرد سرش همه تراشه در این قیمتی هم زن دیم به خاطر بچه گریب، زن دیم دختر زوید، زن یکم بچه تولد کرد. مسئله درآمد نداره. درباره بیگاه دوشنبگی جمعه حدیثای بسیار من کردگی مکروه تحریمی نخور، مردم با میخورن برای که اشکام آخی نمیخواد ما شوهر بته برای تو برادر برای تو پدر جهنم رفتن واجب دوام جهنم. وقتی مصیبت سر را تراش میانه. السلام علیکم برادران و خواهران اسلامی. شخصانی که در ماه شریف رمضان میخواهند سفر به حج کنند یک ماه با نرخ ارزان $1900 از شرکت مهاجر تور است. خودی حاضر در نامرهای روی اکران بوده زنگ زنید. در این شرکت برادران تاجیک خودمان است. آنها گفته نماند این نرخ تنها برای عبونتچی های ما رای فرد است. از نام کانال ما مراجعت کنید. الله مهربان حجتان را قبول بفرماید. آمین. در وقت مصیبت سر را تراش میانه من بالای ما مصیبت میاد نگاه میکنیم فرزندان ما میمورن پدر یا اون نزدیک ما میمورن و مردی ما سراشون میتراشن همین خیلی برادران سر میتراشن یا میون میبندن یا دستر یا لخته میبندن از مردم فرق کرده میسن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که انا بریء ممن حلق و سلق و خرق رواه البخاری و مسلم حدیث متفق علیه. برادران عزیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند من از همون خیل امت بیزار هستم. نگاه کن پیغمبر میگه من از همون خیل امت بیزار هستم که ممن حلق گفتند در وقت مصیبت سرش را میتراشد. بین مولا علی قاری در کتاب مرقات المفاتیح میبرد که ممن حلق ای شعره او رأسه لاجل مصیبتی. گفتن من بیزار هستم از همون امتی که سرش میتراشد. مراد از تراشیدن وقتی بالاش مصیبت آمد سرش تراشیدم و انسان من از همون شخص بیزار هستم. تا امروز مردی مانا آتو چش مرد سرش میتراشد. این همی کدام دشمنای دین بالای ما مسلمان ها ورگی از همون دوره ما کنم مسادین یگان مولای هم گفتگی نیست تا امروزه. برادر از گرامی بین همین مصیبت سر میتراشن مردی ما مولای ما درباره بتاقی درباره این و گفتن مردم مانده شدگی این مردمی که آتش مرد سرش میتراشد یا مولا میگه نتراش گناه نمیگه برای که مسئله که درآمد نداره آخه چی در که مسئله درآمد نداره. درباره بیگاه دوشنبگی جمعه حدیثای بسیار من کردگی مکروه تحریمی نخور مردم با میخورن برای که اشکام آخی اقتصاد درآمد. پیغمبر در حدیث میگه که کسی که در وقت مصیبت سرش میتراشد من از او خیلی امت بیزار هستم یا اون کس گپ نمیزنه. با همین خاطر برادر بالای ما مصیبت آمد کسی سرش میتراشد و پیغمبر از اون خیلی انسان بیزار هستند. درست نیست. دیگه و سلقه مراد از سلقه رفع صوته بالبکا در وقت مصیبت با آواز بلند گریه میکنه من از این خیلی امت بیزار هستم میگم. سیوم و خرق قطع ثوبه لباس میدرونه در وقت مصیبت لباس دراندن. برادران عزیز اینم پیغمبر گفت من از سه طایفه امتم صلی الله علیه و سلم میگه که من آل ثلاث بنات او ثلاث اخوات او اختین او بنتین فادبهن فاحسن الیهن و زوجهن از فله الجنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت کسی که سه دختر دارد سه خواهر دارد دو دختر دارد سه خواهر دو دختر دو خواهر دو اپا دارد فرقش نیست آداب خوب دهد نام خوب ماند اینها را به شوهر دهد این پدر یا این برادر جنت میره. پسر نگو سه دختر داری سه خواهر داری دو دختر داری دو خواهر داری آداب خوب ده نام خوب ما شوهر بته برای تو برادر برای تو پدر جهنم رفتن واجب دوام جهنم. مگه یک انسان دو زن داشت یا انسان یک زن داشت زنش فقط دختر تولد میکرد بعدا رفیقش گفتن تو بچه بوی بچه هستی دنیا داری مال و ملک داری آخه اگر که زن تو دختر تولد کن میراث تو کی میخوره؟ زن دیم گرفت در یک وقت هر دو شامل ناک شد.
زن دیم گرفته بود به خاطر بچه، زن دیم تولد کرد دختر، زن یکم بچه تولد کرد بچه. خداوند ببین چه خدمتی. زن دیم به خاطر بچه گرفت، زن دیم دختر زوید، زن یکم بچه تولد کرد. اینا خدا میتید. به همین خاطر برادران از گرامی، کسی که به خاطر دختر تولد کردن زنش آزار میتید، گناههای کبیره کرد، این گناه شوهر جنت نمیره. برادر عزیز، ناشکری دخترا دا کردی. بین لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کردی نعمت زیاد میکنم، ولی این کفرتم دختر دادم ناشکری کردی، این عذاب شدید من سخت عذاب میکنم.